مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما بزرگواران را در این برنامه الگوهای هدایت خوش آمدید میگویم. در جلسه گذشته پیرامون کارها و گفته های سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه اشاره نمودیم. حالا بحث ما پیرامون مدیریت سیدنا عمر در عرصه بحران اقتصادی هست. در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه مشکلاتی که سر مسلمان ها آمد قضیه خشکسالی بود و قضیه آمدن مرض طاعون. و سیدنا عمر در این خشکسالی و در این آمدن مرض طاعون و در این مشکلاتی که سر رعیتش آمد، سیدنا عمر چگونه با رعیت خود برخورد می کند؟ سیدنا عمر آیا در آن لحظاتی که رعیتش گرسنه و فقیر و مستضعف و پریشان و مضطر گردیده بودند، آیا به خواب ناز یا اینکه به خواب غفلت رفته بود؟ نه خیر. آیا سیدنا عمر رضی الله عنه در آن عرصه تنها به فکر خود و فکر خانواده خود بود؟ نه خیر. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه هنگامی که حکومت اسلامی و یا اینکه خلافت اسلامی در دوران خلافت سیدنا عمر، گفتیم که مصیبت‌های بزرگ دامنگیر جامعه اسلامی شده بود که اون هم سنت الهی هست. انسان‌ها گاهی ابتلاعات و آزمایش‌های گوناگونی دارند. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، انبیاء علیهم السلام ابتلا و آزمایش می شدن. و همچنین قرآن می فرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه. هر آینه انسانها به ابتلا و آزمایش هستند. این سنت الهی هست. و از او ابتلاعات و آزمایش های الهی که الله سبحانه و تعالی بندگان مخلص خود را با آمدن مصیبت، با آمدن درد و رنج و غم، اونها را امتحان میکنه
که اینها چگونه صبر دارن، چگونه استقامت دارن. و در این عرصه الله سبحانه و تعالی در زمان خلیفه دوم اسلام، در زمان فاروق اعظم، از آن مشکلاتی که سر امت اسلامی یا از آن مصیبتی که سر امت اسلامی آمد، یکی به نام عام الرماده، یعنی سال خاکستر، یعنی طوفان بود، فقط خشکسالی بود. همه اطراف و اکناف مدینه رو وقتی که ماحول مدینه را نگاه می کردن، جز خاک و دولخت و خاکستر و باد و اینها چیزی به چشم نمی خورد. در اینجا سیدنا عمر چگونه با رعیت خود برخورد می کند؟ در عام الرماده وقتی که خشکسالی آمد، نزد سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه قطعه نان با مقدار از روغن آوردن و بالاخره سیدنا عمر میخواست که شروع کنه به خوردن با این نان و با این روغن و اینها. مرد بادیه نشینی دید که نگاه میکنه. سیدنا عمر او را دعوت کرد، گفت که اگر علاقه به نان خوردن داری و علاقه به نان داری، بیا همراه من نان بخور. او مرد بادیه نشین آمد کنار سیدنا عمر نشست و شروع کرد به غذا خوردن. وقتی که غذا میخورد، سیدنا عمر نگاه کردن که تون غذا میخوره، با عجله غذا میخوره. سیدنا عمر گفت که مثل که دیر وقت است که روغن نخورده ای و غذا نخورده ای. گفت بله یا امیر المؤمنین، چنین هست. بر علاوه که من مدتی می شود روغن نخورده ام، کسی را هم ندیده ام که روغن بخوره. و مجردی که سیدنا عمر این حرف را شنید، دست از غذا برداشت. الله اکبر. اشک از چشمان سیدنا عمر جاری شد. رعیت عمر روغن نیافت که بخوره و استفاده کنه و عمر نان با روغن استفاده کنه. سیدنا عمر چی گفت؟ سیدنا عمر گفت والله قسم تا نبینم که رعیت من همه سیرن، عمر دیگر لب به این روغن نخواهد زد. این را میگن حاکم، این را میگن پادشاه، این را میگن زعیم دلسوز، این را میگن غمخوار رعیت. احساس میکنه، احساس مسئولیت میکنه سیدنا عمر رضی الله عنه. میگه ای عمر، به پیشگاه خدا چگونه جواب میدهی که رعیت تو نتوانند غذای روغنی بخورند و تو نان با روغن میخوری؟ والله قسم که تا رعیت من سیر نخوابه، عمر دیگر سیر نخواهد خوابید. تا رعیت من برایشان روغن میسر نشه، عمر دیگر نان با روغن غطه نخواهد داد. سبحان الله، سبحان الله. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که از این پرسان کرد که وضعیت مردم چگونه هست، گفت، این مرد بادیه نشین گفت که وضعیت مردم خیلی خطیر هست. مردم پریشان هستند، خشکسالی هست، باران نیامده، کشت و زراعت نیست و مردم همه فقیر و پریشان و مضطر مانده اند. سیدنا عمر
وقتی که این وضعیت را میبینه برای اونهایی که در اطراف مدینه هستند دستور میده که هر کس گرسنه هست وارد مدینه شود. سیدنا عمر از اطرافیان مدینه منوره و کسانی که از مناطق دوردست مدینه منوره که اونها را خشکسالی گرفته بود و اونها را قحطی گرفته بود و مصائب و مشکلات سرشان آمده بود، وقتی که سرازیر به مدینه منوره میشوند سیدنا عمر از اونها پذیرایی میکند. چگونه پذیراییه؟ سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه دستور میدهد که اینهایی که وارد مدینه منوره شدن، که فرار کردن از خشکسالی و از قحطی و بالاخره از گرسنگی و به مدینه منوره داخل شدن، اینها را سرشماری کنید. اینها چقدر هستند؟ وقتی که سیدنا عمر دستور میدهد که اصلا راوی حدیث هست، میگوید روز اول وقتی که شمارش شد 7000 نفر بود. 7000 نفر وارد مدینه منوره. چند روز بعد تعداد اونها به 40000 رسید. بعد از چند روز به 60000 رسید و بالاخره به 100,000 و بالاتر از 100,000 نفر رسید. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه اینهایی که آمده بودند در مدینه اینها را تقسیم کرد و دسته دسته و بر هر دسته و بر هر گروهی و بر هر تقسیمی مسئول قرار داد. مسئولیت این 50 نفر به دوش فلان، مسئولیت این 100 نفر به دوش فلان، مسئولیت 500 نفر به دوش فلان، مسئولیت 1000 نفر به دوش فلان. بر سر این گروه ها مسئولینی تعیین کرد. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه در اخیر روز، همه روزه، خود سیدنا عمر اشراف داشت. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه می آمد از اطراف خیمه ها و خانه ها و بالاخره جایی که اینها مستقر شده بودن گذر می کرد و از اینها پرسان می کرد. سیدنا عمر پرسان می کرد آیا امروز به شما غذا رسید؟ آیا امروز به شما نان رسید؟ آیا اینهایی که به عنوان مسئول، به عنوان خادم تعیین شدن، آیا درست و صحیح خدمت شما را دارن؟ سیدنا عمر هر روز و هر لحظه با شکم گرسنه از این افرادی که خشکسالی دامنگیرشان شده بود سر میزد و پرسان میکرد. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه آشپزخانه های بزرگی ترتیب داده بود برای تهیه غذا، که غذا آماده کنن. آشپزهای زیادی، آشپزخانه های زیادی که غذا آماده میشد و در بین این گرسنگان و در بین این مستضعفین و اینهایی که از خشکسالی و از پریشانی خانه و زندگی خود را ترک کرده بودند به اونها و در خدمت اونها قرار داده میشد، تا اینکه تعداد این مستضعفان و فقیران و اینهایی که خشکسالی دامنگیرشان شده بود زیاد شد که بیش از 500,000 رسید. سیدنا عمر از شهرهای دیگر کمک خواست. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه از شهرهای که فتح شده بود مثل بصره و کوفه و شام و اینها، از اینها سیدنا عمر کمک خواست که شما کمک روان کنید که مردم این سرزمین دوچار خشکسالی شدن. اولین کمکی که وارد مدینه منوره شد از کجا بود و توسط کی بود؟ انشاءالله که این شخص کی بود بعد از یک میان برنامه انشاءالله خدمت شما بیان میکنم. با ما باشید. السابقون الأولون من المهاجرين
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم. الله از پیشگامان نخستین که همان مهاجرین و انصارند و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمایند راضی است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغ‌هایی آماده کرده که از فرودست آن جوی بارها جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند و این رستگاری بزرگ است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صحبت ما پیرامون مدیریت سیدنا عمر در عرصه بحران اقتصادی است. در زمان سیدنا عمر گفتیم که یک سال خشکسالی شد که مسما به عام الرماده، یعنی سال خاکستر. اولین وقتی سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه از شهرهای دیگر طلب کمک نمودن، اولین کمکی که خارج از مدینه منوره، حتی خارج از این شهر، یعنی از شهر دیگری که وارد مدینه منوره شد، قبل از همه کمک ابو عبیده بن جراح وارد مدینه منوره گردید. با 4000 شتر ابو عبیده بن جراح وارد مدینه منوره شد. الله اکبر. 4000 شتر، همه آذوقه، وارد مدینه شد و سیدنا عمر اینها را در بین مستحقین و در بین محتاجین و در بین فقرا و مضطرین و اونهایی که پریشان شده بودن سیدنا عمر تقسیم کرد. بعد از این که سیدنا عمر این 4000 شتر را که با بارش وارد مدینه شده بود تقسیم شد، سیدنا عمر 4000 درهم برای ابو عبیده بن جراح به عنوان انعام، به عنوان هدیه پیش کرد. ابو عبیده بن جراح قبول نکرد. وقتی که قبول نکرد، سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه گفت مالی که بدون سوال به تو میرسه بپذیر. تو این را با من شرط نکرده بودی، تو از من سوال نکردی و من به عنوان هدیه و تحفه این را برای تو میدهم. سیدنا عمر را ببینید، تشویق سیدنا عمر نسبت به رعیتش، نسبت به مسئولینش، نسبت به زیردستانش. چون ابو عبیده بن جراح با سرعت و با تلاش و با غمخوارگی، با اینکه برادران مسلمان من در مدینه گرسنه هستند، بسیار با عجله خود را با 4000 شتر وقتی که وارد مدینه رساند، سیدنا عمر این عشق و علاقه و محبت و این گام هایی که به خاطر خدا ابو عبیده بن جراح برداشته بود، این را دید. سیدنا عمر 4000 درهم برای ابو عبیده بن جراح پیش کرد. ابو عبیده قبول نکرد. وقتی قبول نکرد، سیدنا عمر گفت که این را بپذیر و قبول کن، مالی که بدون سوال به تو میرسه بپذیر.
و بعد سیدنا عمر میگوید که من روزی نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودم، چنین حرکتی کردم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای من چنین انعام و چنین پاداش و چنین هدیه و چنین تحفه دادن و من قبول کردم. بعدا ابو عبیده بن جراح این را پذیرفت و قبول کرد. خلاصه کمک های از مصر و از شام و از عراق و حتی از فارس، از هر طرف کمک های گوناگونی، آذوقه و اشیای دیگری که از اونجا فرستاده شد به طرف مدینه منوره و سیدنا عمر آنها را بین آنهایی که مصیبت زده شده بودند و مصیبت به آنها رسیده بود تقسیم کردند. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه میفرماید که اگر این خشکسالی ادامه پیدا کند چه کار میکنم؟ هر یک از این گرسنگان را، از این مصیبت زدگان را، از اینهایی که پریشان هستند، اینها را به ساکنان مدینه می سپارم، اینها را تقسیم می کنم. چرا؟ که اگر مردم نیمسیر شوند نمی میرن. الله اکبر. سیدنا عمر برای رعیتی که سیر هستند، برای اونها میگه اینها غذا کمتر بخورن، کمتر غذا استفاده کنن و نیم غذا را برای برادران مسلمان مصیبت زده خود بدهند تا اینکه از گرسنگی نجات پیدا کنند. انسان وقتی نیم سیر شد از گرسنگی نمی میرد. این تلاش سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه. سیدنا عمر دید که خشکسالی ادامه دارد، قحطی ادامه دارد، باران نیست و مردم پریشان هستند. اینجا مردم را جمع کرد و این آیه مبارکه را تلاوت کرد. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. سیدنا عمر گفت که استغفار هست که دروازه های خیر و برکت را باز میکنه، دروازه های آسمان را باز میکنه. همه رجوع کنید به سوی خدا، دروازه الله را در بزنید، همه استغفار کنید. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه توسل به خدای تبارک و تعالی جست و طلب باران. سیدنا عمر مردم را جمع کرد به خاطر نماز استسقا، به خاطر نماز طلب باران. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه مردم را به دعا و تضرع و گریه و اینها دعوت کرد و همین بود که الله سبحانه و تعالی به برکت دعای اصحاب پیامبر، به برکت دعای سیدنا عمر، به برکت دعای حضرت عباس عموی پیامبر، الله سبحانه و تعالی درهای آسمان را باز کرد، دروازه های خیر و برکت را باز کرد. باران آمد و مردم از خشکسالی نجات پیدا کردند. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که از این عام الرماده یا از این سال خشکسالی به مجردی که میخواستن نفس راحت بکشن، خبر به سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه رسید که در مناطق دیگر مرض طاعون آمده، مرض خطرناک آمده و مردم در حال هلاکت هستند و مردم در حال پریشانی قرار دارند. این مرض طاعون کجا بود؟ در کدام منطقه بود؟ مرض طاعون در بین شهر قدس و رمله به وجود آمد و آهسته آهسته دیگر شهرها را فرا گرفت تا در سر تا سر شام مرض طاعون منتشر شد. قربانیان زیادی داشت. شخصیت ها در این مرض از دنیا رفتن و شهید شدن که از آن جمله ابو عبیده بن جراح، معاذ بن جبل، یزید بن ابو سفیان، سهیل بن عمرو
عتبة بن سهیل و غیره رضوان الله علیهم اجمعین. اینها اصحاب جلیل القدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم که در این مرض طاعون که در بین قدس و رمله و در شهرهای مختلف شام به وجود آمده بود، اینها جام شهادت نوشیدن و به وسیله این مرض سبب شد که از دنیا برن این صحابه و خیلی قربانیان زیادی، تا اینکه عمرو بن عاص امیر این دیار شد. از طرف سیدنا عمر عمرو بن عاص به عنوان امیر این منطقه انتخاب شد و عمرو بن عاص به مردم پیشنهاد داد که این شهر را ترک کنند، این شهر ترک بشه و مردم از داخل شهر بیرون برن به طرف کوها و اینها پناه ببرن به اطراف و به کوها و اینها. حتی عمرو بن عاص این مسئله را با سیدنا عمر هم مشوره نکرده بود. وقتی که مردم پناه بردن به اطراف و به اینها، مرض طاعون از بین رفت. سیدنا عمر از این حرکت عمرو بن عاص وقتی واقف شد تقدیر کرد و تمجید کرد و تأیید کرد. وقتی که مرض طاعون از بین رفت، که دیری نگذشت که این بیماری پایان یافت، مردم پس برگشتن به شهر و به دیار و به خانه و به زندگی خود و ادامه دادن به زندگی خود و پس زندگی مردم زندگی عادی و طبیعی به زندگی طبیعی برگشت. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه حرکت میکنن رو به طرف دیار شام. در این فرصت و در این وقت سفر سیدنا عمر به دیار شام و ترتیب دادن امور، اما از این مرض سیدنا عمر در این سفر واقف میشن. در مسیر راه چند نفر از رزمندگان و از مجاهدین و سربازان راه اسلام در مقابل سیدنا عمر قرار میگیرن و با اونها وقتی که ملاقات میکنن جریان مرض طاعون را به سیدنا عمر میگن. سیدنا عمر رضی الله عنه لحظه فکر میکنن و بعد مشوره چنان میشه، با سیدنا عمر مشوره میدن که شما پس برگردید به طرف مدینه منوره. سیدنا عمر در آن لحظه برمیگردن به طرف مدینه منوره و نمیروند به طرف شام و به او سرزمینی که مرض طاعون آمده بود. این بود به طور خلاصه و فشرده جریان مدیریت سیدنا عمر. سبحان الله، عام الرماده، مسئله طاعون، مسئله عمواس، اینها همه مصیبت هایی بود که از جانب الله سبحانه و تعالی سیدنا عمر در آن وقتی که رعیتش دچار مشکلات شده بود، سیدنا عمر در کنار رعیت خود می نشیند، در کنار رعیت خود غذا می خورد، در کنار رعیت خود دردی که رعیتش می کشه سیدنا عمر می کشد. اگر رعیتش گرسنه بود سیدنا عمر گرسنه می ماند. اگر رعیتش بیخواب بود سیدنا عمر خواب نمی شود. اگر رعیتش از خانه و زندگی خود دور شده بود سیدنا عمر هم اکثر اوقات را در گشت و در کنار این مصیبت زدگان سپری می کرد. و به همین بود که در آن لحظه در خشکسالی همسر سیدنا عمر به حضرت عمر غذا می آورد و اصرار می کند که ای عمر، ای امیر المؤمنین، تو شب و روز در خدمت رعیت قرار داری، چیزی بخور که توان راه رفتن را داشته باشید. چند روز میشه غذا نخوردید. سیدنا عمر رو به طرف همسر می کند، میگه چگونه این غذا را تناول کنم و بخورم که این غذا به رعیت من میسر نمی شود. کجا هستن اینهایی که امروز دم از
محبت عمر میزنن. زعمای کشورهای اسلامی کجا هستن؟ اونهایی که دم از خدا ترسی میزنن که رعیتشان از گرسنگی میمیرد، رعیتشان از سرمای زمستان میمیرد، رعیتشان در گرمای تابستان هلاک میشود، رعیتشان در زیر سلطه ظالمین از بین میرود، ولی اینها در قصر خود و در ارگ خود و در خانه خود در کنار زن و فرزند خود راحت نشسته هستند و هیچ حرکت دلسوزانه ندارند. سیدنا عمر در دل ترس الله را داشت، خشیت الله را داشت، میدانست که روزی میآید که از عمر پرسان می شود. حالا برای زعمای کشورهای اسلامی میگویم روزی میآید که از شما هم پرسان می شود که نسبت به رعیت خود چگونه برخورد کردید. الله سبحانه و تعالی روح سیدنا عمر را شاد داشته باشد و بر ما توفیق بدهد که ما هم ذره و شمه از اون عدالتی که سیدنا عمر برای رعیت خود داشت، ما هم در هر مسئولیتی که قرار داریم به زیر دستان خود چنین عدل و عدالت و چنین رحم و شفقت و ترحم داشته باشیم تا برنامه بعد که انشاءالله پیرامون منابع و یا درآمد دولت در زمان سیدنا عمر، یا میتوانیم بگیم نظام مالی چگونه بود، شما را به خدای کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله.